درود نوروزی با شما بیننده های تلویزیونی ورزش. نوروزتان مبارک باشد. اصولا نوروز به ذات خود همچون یک عید خوبی و خوشی، عید نکهت و زیبایی و صفا، یک زمره از سنت و تعارف دارد و با این ضمن البته نوروز ما خیلی از بازی های مردمی را داراست که انشان میخواهیم سریع همین بازی های نوروزی با عبدالفتاح امینزاده فرهنگشناس صحبت داشته باشیم. سر اول خوش آمدید، نوروزتان مبارک باشد. و اصولا بازی های نوروزی، بازی های مردمی چگونه که ما شما میدونیم البته با طبقه های زیادی جدا میشن، با قسم های زیادی جدا میشن، بازی های زنانه و مردانه، بازی های ذهنی و بازی های سیر حرکت و بازی های نسلی و بازی های موسمی و خلاص در این باره شما خیلی خوب آگاه هستید. اما من میخواستم این شام ما شما در موضوع تشکل یافتنی نورسان و کودکان از یک بازی بلکه تأثیری بازی در تشکل یابی کودک صحبت. با تشکر زیاد. آنگونه که شما قید کردید که بازی ها از نقطه نظری تحلیلی یا که اگر با همون طبقه بندی کنیم اگر خیلی زیاد هستند. مثلا سالی 2025 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مخصوصا سرایدکس علمی انسیکلوپدیا ملی تاجیک جلد نهمی دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک را نشر کرد که در آنجا بیش از 1000 نوع بازی های ورزش، بازی های بچگانه و ورزش سنتی انتشار شدند. یعنی جلد نوی همین دانشنامه پر با بازی های ورزشی، بازی های بچگانه و ورزش سنتی بخشیده شده است. یعنی در آنجا بازی ها هستند که دخترانه و پسرانه یا زنانه و مردانه بگیم به اصطلاح، بازی هستند که وابسته به سن و سال تفاوت دارند. علاوه بازی هستند که در موسم های گوناگون اجرا می‌گردند. و میگن اگر به تاریخی بازی ها در فرهنگ مردم تاجیک نظر افکنیم، هنوز از زمان‌های خیلی قدیم بازی برای انکشاف ذهنی جسمانی کودک خیلی نقش بارز داشته است. و همین است که ببینید برکرده از همون کتابی قدیمی اوستا، بعدتر در زبانی مثلا پهلوی ها، اینچنین در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی درباره یک زمره بازی ها و ورزش ها اطلاعات داده شده. میگن در شعرپاره ها و دیگر اثرهای بدیعی به مثل قاموسنامه عنصر معالی کیکاووس و دیگر محققان درباره بازی ها گاه گاه یاد میکنند. و از هم از زیاد مثلا وقتی که محقق مطرابیان وقتی درباره بازی های بچگانه مردم وخان و انکشاف تاثیر آنها در انکشاف روحی و ذهنی کودکان حرف میزند، اونجا میگوید که بازی ها هنوز از زمان های قدیم در تربیت نسل نورس یک رکنی از همه مهم رو اشغال میکردند و تحلیل ها ثابت می‌سازند. و از کتاب های خارجیان و اندریف و دیگر ها مثال آورده میگوید که تحلیل ها نشان میدهند که هر کودکی که در آینده از نقطه نظری عقلی و ذهنی خوب انکشاف یافته است و با درجه میرسد، به جای در جمعیت میرسد، موفق میشود، این از اون دلالت میکنه که در عائله از نقطه نظر بازی ها هم خوب تربیت گرفته است. یعنی ما وقتی که درباره تربیت کودک و تأثیر بازی ها در همون حیاتی کودک حرف میزنیم، تشکل یابی همچون کامل شدن. ببینید کودکان خیلی نازکند و همین تربیت من فکر میکنم که یک زمره از بازی هم سر میشود. کودک حالا سخن گفتن نمیتواند، اما کلانسالی ها بابا یا پدر یا فرض کرده مادر با بازی های همون یک چند شمارک ها برای این بازی ها هست که با کودک بازی میکنند. مثلا همون لولکی باقی یا فرض کرده بازی های دیگر هست که علبجی آمد و رفت. یعنی همون گونه که کودک ذهن میموند که همون چیزی که در کف دست کودک پنهان میکنند یا کجای دیگر میگذاره، کودک همون رو اهمیت داده الکی هوشیاری کودک شروع می شود. و اگر همین گونه بازی ها پی هم که واسه به سن سال تغییر یافتن میگیرن، اگر خوب زینه به زینه در حیات کودکان امروز ما هم تشکیل کرده شد، من فکر میکنم که برای قابلیت ذهنی اونها، برای هم از نقطه نظر جسمانی خوب آب و تاب یافتن جسم و روح کودک تاثیرگذاری سخت میباشد. مثلا وقتی ما درباره بازی ها در موسم ها حرف میزنیم، از روی نقطه نظر تحلیل ها، یعنی وقتی که ما به همین کتابی دانشنامه فرهنگ مردم جلد 9 اگر نظر افکنیم، بیش از 60% بازی ها به موسم بهاری
علاقمند هستند. هم بله. بازی کودکانه و هم بازی نورسی و هم حتی ورزش های سنتی بله بله. به همین موسم نوروز و فصل بهار مطابقت میکنند. بله خیلی زیادن. خیلی زیاد. این هم عامل های خود را دارد. طبیعی است که در طول زمستان قحرتون که در گذشته مثلا واسطه‌های کمونیکاسیونی و گرمیدگی خیلی کم بودند، مردم در خانه ها خسته و دلگیر میشدند. بله بله. و همین شکفتن از زمستان های قحرتون. البته و اونها همین رویدن سبزه ها، آزاد شدن تپه ها از همون برف رو منتظر میشدند. بله و بله. علاقه بازی ها رو پیهم به نوبت اجرا میکردند و باعثی مثلا آبوتابیابی برای سال آینده آماده گشتن همون جسم و روحی کودکان علاقه یک زمینه بسیار خوب میبودید. البته من فکر میکنم که همین بازی ها میان انسان عموما میان کودکان، اگر گپ در سر موضوع کودک برود، و طبیعت یک پول است. چون که چگونه که شما ذکر کردید در اینجا، البته به نوروز، به بهار، به آغاز، به زنده شوی طبیعت سخت وابستگی دارند و بیشتری من همین تجهیزاتی که در همین بازی ها استفاده می شود یا جا و مکانی که استفاده می شود البته با طبیعت سخت توأم است و من فکر میکنم که همین بازی ها یک نوع پولند، یک نوع کوپروکی هستند که همین کودکان را با طبیعت باز یک چیز دیگر میپیوندند. خب واقعا ببینید، ما اگر در فصل بهار نخستین عنعنه همین جشن نوروز رو اگر اهمیت دیدیم، ببینید گلگردانی نام دارد. این بله. هم بازی است. بله. یعنی کودکان در آنجا سرود میخوانند، بله. رقص میکنند. پیش از این دویی که ما گفتیم اجرا کردن، با کوه پشت ها برآمده گل ها رو میچینند. بله بله. این هم بازی است و درست قید کردید که واقعا این یک نوع پولی پیوستگی انسان، اگر در مجموع کودک هم نگوییم، بله انسان بله. با طبیعت است. بله بله. یعنی آنها بازی های دارند که وابسته به محیط انتخاب بشوند. بله. و هر یک اشیایی که در بازی ها استفاده میشوند، استفاده میشوند، اما اشیا یا رستنی های صرف طبیعی هستند. بله بله. مثلا در فصل بهار ما وقتی که درباره بازی، اگر عادی ترین بازی جوانان درباره مثلا گوشتگیری حرف زنیم، ببینید که آبوتاب یافتن انسان ها در طبیعت و اکثرا گوشتگیری هایی که هستن امروز مثلا درباره مخصوص متاها یا که نمیدونم مت میگوین یا که بله دیگر بله. چیزایی که اجرا میشن، اما سبزه گهی خوش بله. که نو طبیعت خودش هدیه کرده است به نسل انسان، بالای سبزه گوشتنی. امروز من فکر میکنم در کوهستان، در دل خو منطقه کوهستان، در بالای طبیعت، در بالای جایی که سبزگی خوب است و میدان وسیع دارد جمع میشوند، همین بازی در اونجا اجرا کرده میشود. خب یا بازی کودکانه هم که مثلا بازی چلیک دنگل میگویند، دایره کشیده میشود. بله. و طبیعت استفاده میشود، میدان است در اونجا. البته همه چیز، هر یک بازی که ما بگیم توأم با طبیعت است. و دختران هم در یک گوشه که مثلا نمیدونم سنگچه بازی میکنن، بله ببینید بله. که سنگچه هم از طبیعت انتخاب میشود. بله بله بله. و طبیعی است که در فصل زمستان سنگچه هم از زیر برف هستند. شاید بعضی دختران برای در موسم زمستان خود سنگچه های مخصوص اینها کردند، اما در موسم بهار که در عیدگاه یا نوروزگاه تشکیل کرده میشود، حتما همون طبیعت و اشیاء طبیعی حتما استفاده میشوند. و رقص، سرود و اشولخوانی و دیگر بازی‌هایی که ما میگیم همش در دایره همون محیط نوروزی، همون طبیعتی که خودش هدیه میکند یک حالت یا که همون یک بسیار موقع زیبا و گوارا رو دل خواهدم کوشش میکند که در این بازی ها، در این طبیعت زیبا، هنر و استعداد خود را استفاده برد. عجابت این است که عبدالفتاح همه وقت همین مردم تاجیک، اگر ما مردم تاجیک عرف و عادت و تعارف مردم تاجیک بگوییم، یگان وقت بدون بازی نبودن. چگونه که ما در بالا ذکر کردیم بازی های موسمی بودن. اینجا شما بسیار خوب ذکر کردید که مثلا اگر گل دختران پسران بازنده شدن طبیعت از اون استفاده میکنن، اما در فصل زمستان، در فصل دی، باز بازی های دیگری هستند که در محیط خانه، مثلا همون چرنه بازی که هست، چهار سنگو مثلا زدن و خال گرفتن و مهره گرفتن، چیزی مثلا در اینجا غالب آمدن چیزی برای خود
دریافتن. خب ما وقتی که درباره بازی‌های موسمی حرف میزنیم، البته بازی‌ها رو در همه دور و زمان در هر موسم تشکیل کردن ممکن است، اما طبیعت امکان نمی‌دهد که بعضی بازی‌ها و می‌مانند اون که ما درباره بازی‌های عنعنه‌ای جشن نوروز یا فصل بهاری حرف میزنیم اون گونه وسیع باشند. یکم اینکه هوای سرد، دوم اینکه نه هر خاندان امکان داشت که مثلا 5 یا 10 نفر کودکان یک دیگر رو در خانه جمع کنند و اونها بین هم بازی کنند، چون در فصل زمستان گرم کردن خانه ها مشکل بود. یا فرض کردیم شرایط فراهم آوردن که کودکان جای وسیع‌تر داشته باشند که مثلا پریدن و جهیدن و دیگرها. اما با وجود این ما گفتیم که بازی‌های ذهنی و روحانی و با بعضی بازی‌های جسمانی هم وجود داشتن که تمام فصل زمستان بودن. به مانند اون که مثلا درباره همون سنگچه بازی که هم من و هم شما یادآور شدیم که مثلا گل دخترکان دو سه حتی اپا و خواهرها در داخل خانه‌ها نشسته کوشش می‌کردند که یک بازی تشکیل کرده، ذهن خود رو یا مشغول خود رو خود رو مشغول یک بازی کرده، همون سردی طولانی زمستان رو احساس نکنند، درازی روز رو احساس نکنند. همین گونه یا مثلا بازی‌های دیگر بودن که با طریق سوال و جواب گیردی خان یا گیر نمیدونم صندلی نشسته بین هم سوال و جواب می‌کردند. چیستان بلبلان بود. خب مثلا شاخ شاخ گاو بود. کچه بازی بود. یعنی این بازی‌های هستند که با ذهن علاقمند هستند، مثلا محصولات زیاد طلب نمی‌کند، حالت زیاد طلب نمی‌کند، اما آنها مجبور بودند که ذهن خود را مشغول کنند و مثل بیت برک و چیستانگویی و دیگر بازی‌های داخلی خانوی که این به فصل زمستان منسوب بود. خب در فصل زمستان بعضی بچه‌ها دیگر بازی‌های برف بازی و نمیدونم یخمالک بازی و دیگر بازی‌ها رو تشکیل می‌کردند که با کوچه علاقمند بود، اما آنها طولانی نبودند. با اون خاطر که طبیعی است که کودک همگی یک ساعت میتواند در هوای سرد به بازی مشغول شود، پس اون میتواند باز به خانه برگردد، چون شرایط امکان نمیدهد که در هوای سرد تا بگاه بازی کند. همین گونه بازی‌های بودند که در داخل خانه در یک محیط خرد تشکیل کرده میشدند. اما بازی‌های فصل بهاری نسبتا وسیع‌تر هستند. دایره اشتراک کنندگان ببینید مثلا در فصل نوروز در دیر منطقه‌های کشور بازی بادبرک بازی تشکیل کرده میشد. همین شمالی که در فصل بهار در موسم بهاری هست در تیرماه تابستان وجود ندارد. یا در فصل زمستان هیچ امکان ندارد که بادبرک رو با آسمان پرتافته از قفای او تو نمیدونم که از 500 تا 1 کیلومتر بیدوی و کوشش کنی که بادبرک تو در جای اول باشد. یعنی طبیعت خودش اهدا میکند، توفه میکند با کودکان که همین گونه بازی‌ها رو تشکیل کنید. و من فکر میکنم که ذهنی مردمی تاجیک از قدیم چی در تأسیس بازی‌ها و چی علم‌های دیگر خیلی قوی بوده است که این گونه محیط رو برای انکشاف هم روحی هم جسمی کودکان و کلانسالان هم ساخته باشد. یک بازی دیگری بود در جنوب بازی میکردن، همون چند نفر جمع میشدن، با دو قسمت تقسیم میشدن، بعد بلکه چند نفر جمع میشدن، یک نفر باید اونها رو سر میکرد و اونی که بالای گنبز مثلا کنبوزی میگفتند، البته همون گنبز است که مثلا با لهجه ها البته بله هر کسی که امکان نمیافت که مثلا در همون گنبزی باید این کس اون کس میقپید، باز نوبت این میشید سر کنکن نوع دیگری سر بله این چیزا خیلی زیاد بودن در اونجا. خب ما وقتی که درباره بازی ها گفتیم البته با منطقه هم جدا میشود. ما زیاد بازی های داریم که واسه با شرایط اقلیمی مثلا همین وزیدن باد شاید در وادی حصار نه در همه ناحیه‌اش مطابق باشد، اما قطقه دریای زرافشان و اون طرف قطقه دریای سیردریای ولایت سوخت این بازی ها مداوم مخصوصا در فصل بهار تشکیل کرده میشن. یا درباره مثلا کنبوزی بازی یا که گنبز بازی که شما گفتید، البته اونجا هم دایره محدود دارد با اون خاطر که مثلا گنبزی که انتخاب میشود نمیتواند که همون 10 بازیگر رو بالای جای کرده شود، همگی 2 نفر شاید میتواند که این بازی ها رو ببینید که دلخواه بازیه که ما اگر انتخاب نکنیم و درباره او حرف زنیم، پیش از همه معیار عدالت در جای یعنی مردم تاجیک هنوز از زمانهای قدیم به کودکان خود عدالت پروری رو تلقین میکردند، میآموزانیدند. مثلا ببینید همین گنبز بازی که ما گفتیم 12 نفر بازیگر از بالای اون همگی 5 یا 6 نفر رو میبرد بالای گنبزی که انتخاب میشود. یعنی طبیعی است که یک نفر دیگر مغلوب شدنش در کار، چون یک نفر تا آخر نمیتواند که برای سور کردن مشغول باشد. و حتی برای نفر یکم هم وقتی دسته‌ها حتی تقسیم شدن ببینید که اونجا میرون انتخاب میشدن برای که بی عدالتی نشود، بی احترامی نسبت به دسته رقیب نباشد. مثلا یک داوری که حکم شود میبرد، شمارک ها هست. بله
شمارک‌ها وجود داشتن، مثلا یک نوع بیت‌های کوتاه که به جا تقسیم می‌شود برای مثلا انتخاب کردن رقیب. حساب کردن مثلا تون به تون رفتم، فلان رفتم، یعنی با هجاها خوب تقسیم می‌شد و علاوه داور در جای اول اشتراک می‌کرد. حتی برای مثلا برای بعضی بازی که جسمانی، یعنی دست‌ها قوه یک دسته از دسته دیگر انتخاب نمی‌شد، داور در میان ایستاده مثلا قوه رو برابر تقسیم می‌کرد. طبیعی است که جسماً یک جوان می‌تواند لاغر و کم جنس‌تر مثل من باشد، یک نفر مثل شما کمی عظیم‌تر. و همین خاطر اونها رو کوشش می‌کرد که دست‌ها از نقطه نظر توازن هم برابر باشند. و برای آنها مثلا سنگچه پنهان می‌کردند که کدام طرف رو انتخاب می‌کند. هزار نوع انتخاب برای همون عدالت بود. و حتی مثلا در موسم بهاری بازی دیگری است با نام سفیدار سیاه‌خوار. ببینید اونجا هم مثلا دستا به دو گروه جدا میشوند، شعرهایی که گفتیم میخونند سفیدار سیاه‌خوار از ما به شما کی در کار، فلانی در کار. یعنی وقتی که وای میاد دستا همه یک طرف مستحکم بازوان رو میقپند. اگر نفری لاغر و خراب باشد حتما که اسیر میافتند. مثلا در فرهنگ از زمانهای قدیم همین بازی با نام اسیرگیری اسیرگیری معمول است. این بازی در مثلا چند سرچشمه‌های تاریخی ما در اشعار کلاسیکون ما همین بازی با نام اسیرگیری قید شده است. یعنی یک نفر میگویند فلانی، اونها هم کوشش میکنند که نسبتا لاغرتر باشد که اسیر افتاد، ولی اگر او با تمام زور و قوتش اگر همین دستا رو از هم جدا کرده توانست یک نفر دیگر رو به دسته خود اسیر میبرد. همین گونه بازی‌ها بسیار از یک نقطه نظر چنانه که گفتیم برای تأثیر شوق و ذوق و سلیقه و دانش و ملکه کودکان نقش بازی کند. از جانب دیگر جسمان اونها رو انکشاف می‌دهد و از جانب دیگر هنوز از زمانهای قدیم برای گردی همایی، به هم بودن، رفیق بودن، اتفاق بودن تیم‌ها خیلی سخت مساعدت می‌کنند. اکنون بیاید برشماریم که مثلا یک بازی در ترکیب خود چی دارد؟ فرهنگ دارد، چون که در اونجا قرائت مثلا شعر است. یک بازی زمستانه دیگری بود عبدالفتاح که مثلا فرض کردیم خانه های همسایه ها رو زن و مردش رو حساب میکردن. خب همون بازی چیستان بلبلان است. چیستان بلبلان است. بله چیستان بلبلان مثلا فلان خانه. چیستان بلبلان خانه کیست؟ بله خانه فلان مثلا. خونه‌اش نمیگه. چیستان بلبلان خانه کیست؟ میگه که چند مرد و چند زن. میگه که 4 مرد و 3 زن. اکنون ببینید که تمام دهه رو علاقه توسط همین میشناختند. اینجا مسئله گومانیستی به همایی، سرجمی، اتفاقی و هم اتحاد یک دهه با کودکان از خردسالی. بله پس فرهنگ است اونجا. اینجا جمعیت، یعنی پرینسیپ وحدت اجتماعی، البته راست قولی، چون که اینجا حتما از همه حکمت خوبی همین بازی ها همین هستند. در همین که در اینجا با قولی که غیرامی نیست، غیرامی قبول کرده نمی شود. بیشتری بازی ها با گفتی شما هم میر داشتن، داور داشتن و خود همون بازیگرا هم کوشش میکردن که با قولی که غیرامی نکنن. اونجا غیرامی عموما چون هر یک ذهنیت اونچنان قوی بود که حتی دسته رقیب غیران بودن همون حالت رو زود احساس میکند و اون نفری که غیران بازی میکند هنوز از زمانهای قدیم از بازی بیرون میشود. از بازی بدرش میکنن. پس ما در همینجا توأمی یک زمره از جزئیاتی برای یک انسان، برای یک کودک تشکل یابنده رو در اینجا مشاهده میکنیم. بلکه همه همین ها در انسانی کامل شدن یک فرد بسیار نقشی ویژه بازی میکنن. چون که چگونه که گفتیم در اینجا البته حکمت های زیادی هستند که مثلا باید انسان ها دست یکدیگر را بگیرن، آدمان دست یکدیگر را بگیرن، آدمان از حال یکدیگر آگاه باشند، فلسفه زندگی را بدانند، فلسفه راست قولی را بدانند. خب وقتی که اندری فامروی گروه کوری این طرف اولا وادی تاجیکان وادی قراتگین دروازه رو میموزد و از طرف دیگر تاجیکان وادی خوف رو، اونها در اون کتاب به خلاصه میگن که فقط درباره بازی ها اون طرف خیلی اونها کارهای مردم شناسی انجام دادن. اما میگن که در فرهنگ مردم تاجیک بازی ها چنان نقش کلیدی بازی میکنن که در مجموع اگر گیریم اونها بازی عادی نیستند. در مجموع اونها مکتب بزرگ علمی هستند. بله. یعنی همین جهت‌هایی که حالا شما نامبر کردید که اونجا هم مثلا اجتماعی است، هم فرهنگی هست، هم عدالت هست، هم دوستی است، هم اقتصاد است، اونجا شمردن‌ها زیاد است. همه چیز، یعنی تمام پهلوها رو در مجموع اون رو فلسفه بزرگ علمی نام می‌کنند. یعنی
این گونه فرهنگ مردم تاجیک بای و غنی است که در یک بازی که ما یک بازی رو گفتیم که اونجا اشیا حتی اشتراک نمیکند. همین بازی اگر چیستان بلبلان رو بگیم تنها توسط رد و بدل سوال ها به دو گروه اگر تقسیم کنند دسته رو ببینید که همه عدل و انصاف و عدالت چنان رعایت می شود که یک فلسفه بزرگ است. یا در جای دیگر مثلا وقتی ما درباره میر و داور میگیم، میر و داور هم شخصان کلانسال نبودن، از داخل خودی کودکان انتخاب می شوند و آنها چنان عدالت و انصاف و برابری رو خوب رعایت میکردند که با همون غیرامی که شما گفتید هیچ راه نمیدادند. ما یاد داریم که حتی در بازی‌های فوتبال که مثلا از خارج شاید به ما گذشته است، ما یاد ندارم که وقتی که طلبه مکتب بودیم داور ما رو داوری میکرد. ما خودمون ندونستیم که کی چگونه بازی کرده است. بله داور نبود. نه کارت زرد داشتیم نه کارت سرخ، همون نفری گناهکار خودش از بازی اخراج میشد. یعنی همین گونه عدالت میان جوانان کودکان خوب رعایت میشود. البته زمان نرسیده است که مثلا ما در مکتب، در معارف، در فرض کردیم باغچه، من همین فلسفه ها را به شکل دیگر وارد کنیم. شاید یک کتاب مخصوص است، شاید یک دستور عملی مخصوصی باشد که شاید همچون فن همین بازی ها، همچون بازی های فلسفی، همچون بازی های پر از حکمت، همچون بازی هایی که در تشکل کودک و نورس نقش ویژه بازی میکنند آموزانیده شود. خب اینجا شما درست قید کردید. امروز ما بسیار ارزش‌های فرهنگی به ویژه بازی‌های بچگانه رو که در تربیت اخلاقی کودک خیلی نقش بارز دارند ما از دست داده ایستادیم و مثل دیگر عنصرهای فرهنگی خود. خب امروز باید سر این ما فکر کرده باشیم. و نزدیکی یک جلسه در نزد وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی محترم ستاریان مطلب خان امانزاده دایر گردید. اونجا دیرکتور فعلی و که در محرر فعلی ردکس علمی انسیکلوپدی ملی تاجیک درباره رونمایی همین کتاب دانشنامه فرهنگ مردم جلد 9 یعنی بازی‌های بچگانه ارزد. ما اونجا پیشنهاد کردیم و گفتیم که باید یک جلسه وسیع با نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری اسلامی تأسیس داده شود. اونجا کارشناسان شاید از کمیته ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری اسلامی، از تلویزیون سیاحی و از دانشکده تربیت جسمانی باید که متخصصان جلب کرده شوند. شاید همون درس یا ساعت ورزش در مکتب‌های میانه هست. اونجا باید که در شکل دستورالعمل یا کتاب درسی قسمی از بازی‌های بچگانه بذارون. 1000 بازی که ما گفتیم بیش از 1000 بازی که بله خیلی اونجا هست بذار همه اما بازی‌ها وابسته به سن و سالی باید که دستورالعمل تهیه کرده شده، در حداقل در درس‌های ورزش به کودکان پیشنهاد کرده شود. وقتی که امروز من در اویله خودم به کودک‌ها یا به جیان‌های خود درباره یکی از بازی‌هایی که ما می‌کردیم نقل می‌کنم، اونها حلاوت می‌برند. زیرا امروز اونها از بازی خیلی دور شدن. اونها توسط اون تلفن یا پلنشت‌هایی که دارن مشغول شده، روز تا بگاه نمیدونن که آینده چی میشه. اما خیلی ضرری جدی دارد به سلامتی روحانی همین کودکان. بله البته من گمان میکنم که همین ابتکارات ویژه سرور دولت محترم امام علی رحمان رو که تمام رکن‌های نوروزی را دیگر باره احیا کردند، اما وقت در برآمدهای خود تاکید میکنند که ما چگونه نوروز رو گرامی بداریم، با همه تعارفی بوده است، چون که این اصالت ما است، این عید ما هست، این احیاگری ما هست، این معرفگری ما هست. من گمان میکنم که همکنون ما نیز باید برخی از تشبس‌ها رو پیاده کنیم و در احیا کردن دیگر باره من همون بازی هایی که متاسفانه فراموش شدن کاری رو انجام کنیم که دیگر باره این همه چیز زنده شود، دیگر باره این چیز احیا شود و به نسل امروزه فهمانیده شود. آغاز همین سال از جانب دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری اسلامی به ویژه خودی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان دستور دادند به متخصصان ساحه و همین کارشناسان که نوروز امروز یک اندازه خصوصیت سیاسی گرفته ایستاده است. ما باید این نوروز رو ملی و خلقی کنیم. یعنی نوروز چون از دهقان است، از خلق است، از مردم یادی است، باید خلقی کرده شود. به همین مناسبت دستور داده شد که سیناریو کانسپت نوروز دهن یا دهات نوشته شود و محققان پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات ما یک گروه کاری الکی این سیناریو رو پیشنهاد کردیم. هنوز در آغاز ماه فوریه با دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری اسلامی برای تصدیق
ارسال نمودیم. اونجا کارشناسان از اکادمی ملی علوم بعضی نقطه آنها رو فکر و ملاحظه خود رو پیشنهاد کردند و یک بخش مکمل در سینری که ما پیشنهاد کردیم پیش از همه بازی ها، یعنی زنده و احیا کردن بازی های ورزشی مخصوصا در عرفه جشن نوروز. امروز آمیختگی بازی ها و عموما رسم و آیین های ما در همه مراسم ها قریب یک رنگ است. مثلا امروز اگر برای یک خارجی نمایش دهیم هیچ کس تفاوتی جشن نوروز را از مرگان چندان اهمیت داده نمیتواند یا کرگان را از صدا، یعنی قریب که یک رنگ شده است. به همین خاطر ما کوشش کردیم که تفاوتی هر یک جشن را چی از نقطه نظر گستردن خوان، چی تشکیل کردن سیناری و صحنه های نمایشی و حتی از دایره بازی ها هم پیشنهاد شده. برای نوروز دهات ما البته بخش های بازی های ورزشی رو وابسته به منطقه مثلا ما 5-6 بازی برای هر یک منطقه پیشنهاد کردیم. در مجموع سیناری نمونوی است. البته هر یک دهه میتواند که بازی های از یاد رفته خود را احیا کرده نمایش دهد. من باوری کامل دارم که اون بازی هایی که امروز ما پیشنهاد میکنیم نه همه‌اش تا حال معرفی شدند تا حال در کتاب یا مقاله چاپ شده باشند، زیرا بازی ها در فرهنگ مردم تاجیک خیلی زیاد هستند. یعنی این نوع بازی ها مورد آموزش، تحلیل، بررسی باید قرار بگیرند و مخصوصا والدین امروزه که نسل جوان هستند باید که حتما پیشنهاد کرده شود. بسیار خوب، بسیار عالی. فکر میکنم که بسیار ابتکارات خوب است و البته پیاده گشتن این ابتکارات البته در احیا گشتن دوباره بازی های فراموش شده ملی و مردمی البته سهم مناسب خواهد گذاشت. برای یک صحبت خوب و خوشتان برای شما اظهار سپاس. البته نوروزتان مبارک باشد. میدونم کامل است که در صحبت های دیگر ما اطراف بازی های دیگری ملی و مردمی با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز ارجمند، یک بار دیگر خاطر رسان میکنیم که عبدالفتاح امینزاده فرهنگشناس در خلوتگاه نوروز در صحبت ما حضور داشتند و از نام همه شما با آن کس اظهار سپاس. دوستان عزیز در همینجا برنامه ما به انجام میرسد.